با افتخار و قناعتمندی زیاد یک نکته بسیار مهم را خاطر نشان می‌نمایم. تمام دستاورد و پیشروی‌های در 30 سال نایل شده ما نتیجه زحمت صادقانه خلق قهرمان و زحمتکش تاجیکستان و خرد و بزرگ آن میباشد. من شکرانه میکنم که مردم شریف تاجیک سالهای دراز، یعنی از آغاز استقلال تا امروز، سیاست پیشگرفته رهبر دولت خود را صمیمانه پشتیبانی کرده تمام کمبودی و مشکلات را با صبر و تحمل پس سر کردند. با چنین مردمی شرافتمند و باننگ و ناموس، تحملگرا و زحمتکش و وطن دوست افتخار دارم. از آنها تا ابد منت دارم و تا نفس واپسین به خرد و بزرگ تاجیکستان صادقانه خدمت میکنم.